و من از مدت زیاد میشه که به همین رشته فوتبال علاقمندی خاص دارم و همه که شما آمدین برای من فرصت دادیم و خیلی خرسند هستم. ولی کمبودی که ما در اینجا احساس میکنیم عدم لباس و عدم بعضی تجهیزات دیگه که در فوتبال نیاز است و همچنین عدم جای است که در اینجا اگر جایی هم برای ما میتن از ما در مقابلش پول یا مفاد میخواهد که ما از اینجا از مسئولا خواهانی هستیم که به ما توجه کنند در تهیه لباس و بعضی وسایل دیگه و همچنان در جایش که ما بتونیم بیشتر پیشرفت کنیم و ما قسمی که میبینین با لباس مکتب آمدیم تمرین میکنیم و این نشان دهنده ای است که اشتراک کننده امی برنامه فوتبال امی بانوان در امی بلخ و از مکتب شلیسی شهید عبدالعلی مزاری. ما مشکلات زیادی را در عرصه داریم که از جمله بخش کمبود لباس، میدان‌های فوتبال و وسایل ورزشی میباشه که ما در حالی که برای ما کمک میشه از طرف کمیته، اما باز ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم که از خواهشمند هستیم که برای ما در عرصه کمک شد تا ما بتونیم که فوتبال خود پیش بریم.